مرحمت خولا. گوش کن خواهرم، من نیکی تو رو میخواهم. این خیل حیات نمیشود. به من نگر، به کوه برآمدم خوشبخت شدم. هر چی خواهم میکنم. کسی مرا نمیزند، آزار نمیدهد. اگر کمی عقل داری تو هم بیا. خدیجه، خدیجه، سفسطه را بس کن و آمادگیت را بین. کمی دیرتر براه میبرایم. بعد های مادرت میرویم. شما را در آنجا نکاح میکنیم. کنی بینیم مادرت آمده تو را خلاص میکند یا نه؟ کنی زود شوهرت را آماده کن. مایلش میورم. بگو به خانه جناب سبا بیا. مایلش خیر. نتیجه تشخیص خوب نیست به فکرم. بله، و سرطان است. حتی درجه آخرین بیماری را از سر میگذراند. دیلا، من یک چند درو نوشتم. تو آنها را تیار کن، من برده میدیم. مایلش؟ خوب؟ مایلش. روی خطی دخترانی که بیگاه در خانه هتان جمع می شوند. خوب آفرین ایتین. یعنی خطی چرا هم راضی کردی ها؟ چرا نه جناب؟ از دستی من کی رها یافته است؟ وای زلالی بیچاره، وای در آخر دختری کلانیش هم با کوه می برد ها؟ آفرین. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. برای اپا هم غمگینید. دردی من یک درد نیست دخترم. خطیچه رو بیگاه میگریزونم. برای چی؟ با او چی کار کنم؟ چه خیلی برات مادر جان، شما چه هم میگویید؟ به من اهمیت نده. خود به خود هر چیز گفتم میگیرم. راهمان دراز است دخترم. تو بهترش کمی استراحت کن. آخر براتم مرا مادرش نمیداند که به برفین گویم. آه پسرم، کاش مرا یک بار مادرم میگفتی. این کودک خیلی شیرین رو بوده است. او کیست؟ این من عکسی کودکیم. این مکتوب از کیست؟ از مادرم. یک مکتوبی پیشین است. طاهر به تو چی شد؟ هیچ چیز نه زینب. هوشت دائم پریشان. بدی خبر میگردی. به من حتی خبر هم نمیفرستی. به تیاری های تویمون هم اهمیت نمیدهی. مرا به حالم گذار زینب. مایلش، به حالت میگذارم. مایلش، تو حق هستی. شاید تو هم فعل و رفتاری مرا نفهمیده ایستاده ای. زینب، التماس، وقتی که من اینقدر مشکلی دارم باز تو. باز من؟ خواطر نشو. باری گران نمیشوم.
زینب دخترم چرا گریه میکنی؟ با تو چی شد؟ هیچ چیز نی پدر. با او چی شده باشد ها؟ یا خدایا به من گوش کنید. هر خانه را یک به یک میکوبید. آن خائن ها را زنده میارید. من آنها را چنان عذاب میدیم که دیگر کسی جسارتی گریختن نکند. کمی راه گردید. رفتیم. حالت خوب است برفین؟ کمان برفین. انشالله رها میابیم. انشالله یلمaz. انشالله رها میابیم. مرحمت خاله. خاله من هم این طور شدنش رو نمیخواستم. نیت داشتم آمده دستتان را ببوسم و دعای خیرتان را گرفته برفین را ببرم، اما آن بلای تشکیلات حیاتی هممون را برباد داده است. خانه ها را ویران کرد. بس نبود که باز عاشقان را هم جدا می کند. راست میگوید خاله. گوش کن پسرم. برفین را با دعای فاتحه گسیلانیدم، اما در نزد تو بی نکاح ماندن نمیخواهم. باید زودتر نکاح کنیم. برفینم خوشبخت شود برایم بس است. اما که زیکو می آیند. بخیر است زیکو؟ بخیر نیست زلال. خدیجه به تشکیلات همراه شده است. تو چی ها میگویی زیکو؟ ایتن گفتنی زن خدیجه را فریب داده است. شب به خانه جناب سبا می آید. چرا این کار را کرد؟ آخر با او گفته بودم که آمده میبرم. نمیدونم. اکنون باز اپام رو هم بدبخت کردنیند. اپام رو با اون ظالمان نمیدهم. به هیچ کجا نمیرویم. کنی به خانه در رو. شما چی رو میگویید؟ میخواهید که اپام هم مثل من قربانی تشکیلات شود؟ من خودم رفته او را نجات میدهم. مادرت راست میگوید برفین. سینان آمده است. به وادی در آمده است. اکنون چی کار شما را پنهان میکنند. شما هم پنهان شوید اما که زیکا. من به ده برمیگردم، شما پنهان شوید زودتر. بیایید گذارید دخترم بدنم دارم. بیا دخترم بدنم دارم. کنی بیا سینان. اکنون وقت حساب و کتاب رسید. کنی زودتر باشید. همه جا را کامل. چی شده است؟ در اینجا کسی نیست سینان. آینا کنی بیاید.
بیاد میرویم. اگر کسی آنها را پنهان کرده است میمیرد. پراکنده شوید، همه جا را کابید. خاین، خاین، خاین بی‌ناموس، خاین، 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 ما خاین، ما من احمق. باید خود را من کنیم سینا. احمق کارت نباشد. آخر زخم دار است. تنی روید، پراکنده شوید. کابر یابر، زودتر یابر، زودتر. کجا برفی؟ آنها رو همین طرف پرتافته میرویم. حاضر مردم دیه آمده آنها را میبرند. یلمز راست میگوید. شما از اینجا زودتر روید. من خطیچه را گرفته از پستان میآید. مادر جان مانید من رفته با اپا هم گپ زنم. او با شما نمیآید. اگر همه چیز رو نقل کنم شاید از فکرش برگردد. خودم میروم دخترم. لازم آید از دستش گرفته میارم. ای خدا، این چی است؟ ای خدا. دخترم، کسی مکتوب مونده است. کنی این را خون؟ شاید از رشید باشد. چی شد دخترم؟ مادر جان، ما ارمنی هستیم مگر؟ تو چی ها میگوی دخترم؟ در اینجا همین طرح نوشته شده است. این طرح می شده است مگر؟ در اینجا رسم بیبی رحمتی هم است. اما از این حرفا چیزی را نفهمیدم. ایست دخترم، پگو به نزد رئیس می رویم. شاید او چی بودنش را داند. او نداند، دختری آقای حامید می داند. تو در اینجا چی کار میکنی نهاد؟ پول رو نگرفتی؟ گرفتم. دیگر از من چی میخوایی؟ این بسنده نیست آقا. مرا به غضب نوار. پولت را دادم، اکنون حسابمان برابر. کنی اکنون رو. با این پولی ناچیز دهانی مرا بسته نمیتوانید. این پول خیلی کم است. خیلی دیگر پول مول نیست. رو از اینجا. این طور باشد به حامد میگویم. دشمنی خونیت رافع است میگویم. ایستا هرچی میخوایی میدیم. مایلش اکن کنی دف شو. اکن چی میگوی حامد؟ اکن این کی بود؟ کارت چی؟ یک آدم چی کار داری؟ آخر
او چوپان پیشینمان نهاد است. چه خیلی نهاد؟ او نیست. اکا چرا مالها را فروختید؟ پولهای گرفته از آنها چیکار میکنید اکا؟ از برای خدا گوید آخر چرا شما تغییری یافته‌اید؟ مالش بعد گم میزنه، حالا وقتش نیست. ای وای چه شده دیگه؟ چرا گریه میکنی؟ با این نگر با شرم نداشته با این جامعه میپرسد او در کجاست؟ او را در کجا پنهان کردی؟ هری کپتن خدایا توبه نخواد و تشکیلات همراه شده باشد. چی؟ چیکار کردی خدیجه؟ چیکار کردی؟ گذار. مرحمت اپا. خوش آمدی خواهرم خدیجه. دخترها رو انتظار میشویم. بعد میرویم. گذر شین. نترس. گذر در اینجا شین. گوش کنید دخترها. ما به کوه برای شما برآمدیم. برای دعوایمون را حمایت کردن. برای باز هم بهتر و خوبتر زندگی کردن شما برآمدیم. خیریت از وادی گذشتیم. اکنون خطری نیست. نترس. فکری مرا نکن. نمیترسم. مرا ببخش یلماز. نمیخواهم که اپا هم مثل من عذاب کشد. مادر جان شما را هم آقای دکتر تبابت میکند صحت میشود؟ البته صحت میشم پسرکم. باز با تو به کوه برای گل چیدن میبرویم. پسرکم، پسری خودم. پسرم. پسرکی خودم. جونکم. با دقت باشه. مادر جان زودتر صحت شود. مایلش پسرکم. دروها را دادم. آگاه باز میایم. یعنی
گفتنی که عمرش کم مانده است دکتر. متاسفانه. داروهای دادت مگر او را صحت نمی‌کنند؟ این داروها برای کم کردن درد است جناب سبا. واه 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 خیلی جوان است. یک چای می نوشیدی؟ چرا سرسیمه ای؟ نه تشکر، من باید با دیه برگردم. خوب مالش. واه 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 خدیجه هم باید در همینجا باشد. نیست در اینجا چی میکنی؟ برای بردن این دخترم آمدم. دخترم را دیم طرف گذر. ایستا در اینجا چی گفت؟ کجا میرم؟ دفتر رو کماندان. یک طرف. دخترم را به من تو چی بلایی بر سر ما؟ خواهی ابله از تو خلاصی نداره. تو را میکشم 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 میکشم. نزنید شما چی کار میکنید؟ دیوانه شده. مگر با یک زنی بیچاره همین قدر عذاب دادن ممکن است؟ شما چه انسانه؟ برای کدام دعوا خدمت میکنه؟ برای ملت ما دشمن لازم نیست. وقتی که شما برای این آدمانی فروخته شده وجود داره. نبرو نبرو. تو دختری خاین. نبرو. تو مگر بلای سری ما هستی؟ شنون شنون با دقت باشد با دقت باشد. اگر یگان نفری بیگانه به اینجا درآید همتون مردید. فهمیدید مردید. مادر جان پسرم یک بار دیگر مادر جان مرا ببخشید. حاجت بخشش پرسیدن نیست. مرا مادر گفتی برایم کفایه است.
بارفین به نزد اپای خدیجه رفته است. یکون جویتون درد نمی کند مادر جان؟ درد نمی کند پسرم. هر مادر گفتنی تو برایم درمان است. خیزید مادر جان می رویم. خدیجه رو چطور نجات میدی؟ مادرم حالت خواتیر می شود. اینها نیز به کوه می برایند. دخترم را به آنها نمی دهم. ایسته! ما به تشکیلات همراه شدن می خواهیم. رمز مخفی رو گپ زنه. دختران به خدمت آمادند. گذره. خوش آمده دخترها. خوش آمدید. تو هم خوش آمدی جانکم. خوش آمدی. خوش باشید. تو هم خوش آمدی. خوش باشید. بیا خوش آمدی. خوش آمدید. بیایید گذشته شینید. گذر. همتون شینید دخترها. راحت باشید دخترها. گوش کنید. از همراه شدن با ما حقوقهایتان پایمال نمیگردد. رنج و مشقت خاتمه می‌یابد. سالها زیر فشاری پدر، عائله و همسایه ها تحمل نمودیم، لیکن نشد. اگر من شناسم به قتل میرسونم. تو دیوانه شدی مگر؟ چرا به اینجا اومدی؟ در کجا؟ اپا در کوه ها. خواهش میکنم به کوه نبرید. از هیچ کس نمیترسید. همه چیزتون رو از دست میدهید. از هیچ کس نمیترسید. دیگر چیزی نمونده است که از دست نداده باشم برفین. اپا یعنی این معنای قربونتون شوم نروید. شما عذاب و مشقت اونجا رو نمیدونید. مگر من یگون چاره دیگر دارم برفین. کمی توقت کردم. به نزد مادرم برمیگردم. اوه اپا شما نمیدونید. از تشکیلات گریخته نمی شود. شما رو به قتل می رسونم. اگر شکنجه و ظلم خواهید همینجا مانده عذاب کشید. لیکن اگر آزاد بودن خواهید مرگ بهتر است. بودن خواهید به کوه برایید. در اینجا همسر یک مرد می شوید. من همچون شما بودم. لیکن در کوه همسری تشکیلات شده. با یک شخصی بیگانه کی بودنی پدری فرزندتون رو نمیدونید. خط کرده نتوانستم. بس از گفته به کوه برآمدم. خوش اکنون چیکار میکنیم برفین؟ من حالا آزادم. خیزید دخترها. همتون خوش آمدید. خوش آمدید. نغز دخترانی زیبا. آفرین ایتین. آفرین. نغز بسیار نغز. نغز خدیجه. زنان شد. چه گپ است جناب سبا؟ عائله های دختران سرندر بلا میماند. زود آنها را گرفته بر. راست میگویید ایتن. جناب سبا راست میگویند. بیایید دخترها. در بیرون 2 نفری صف کشید.
جناب سبا از خدمت‌های کرده‌تان سپاسگزارم. این خوبیتان را اصلا فراموش نمی‌کنم. بیایید رفتیم بیایید. جمع شوید نظری پس میبرایم. زودتر رفتیم دخترها. روید زودتر باشه زودتر. خدیجه رو میبرم، ابد رو میبرم پسرم. چی کار میکنیم؟ حاضر با جناب سبا صحبت میکنم. جناب سبا. دکتر چرا به اینجا آمدی؟ باز به سرت یکان بالون نواری؟ یک خواهش دارم. در بین دخترها خدیجه هم هست. چی؟ نه با خدا من خبر ندارم. جناب سبا خدیجه را با مادرش برگردانید. او با رازگی خود با تشکیلات همراه شده است. میفهمی دکتر؟ من چیکار کنم؟ از دست من هیچ کار نمی آید. رو باز تو رو در اینجا نبینند به سرت بلا نواری. رو اونها کجا شدن؟ با پس کوچه میروند. بیاید رفتیم. راه گردید دخترها. زودتر آیتین راه گردید. زودتر گفتم. از صف نبرایید گفتم. راه گردید زودتر. آفرین دخترها. زودتر. آفرین. رو چی کار میکنیم برفین؟ میگریزیم، جوره دیگر نداریم. چه پس؟ شما سلاحتون رو به زمین گذارید وگرنه او رو میپرونم. سلاحتون رو پرتوید گفتم. پرتوید. تو هم پرتو. مانید. تو هم به پرتو. زمین مانید. به خدا وگرنه میپرونم. اگر تو او را کشی من اپد را میکشم. فهمیدی مژده؟ فهمیدی؟ فکر کردی تو را نمیشناسم ها مژده؟ یلمزی خواهی در کجاست؟ در کجاست؟ دروغ نگوی. عاشقت است. نمیدونم. کجاست آن ابله؟ کجاست؟ گبزان. برفین هم در اونجاست. در کجاست گبزان وگرنه اپد رو میکشم. گبزان سینان ایستا. در جایتون ایستید. مادر جان به جایی دخترانم مرا کش سینان. باز تو در همین جایی زنی ابله. سینان ایستا. سینان تو چرا دخالت میکنی دختر؟ سینان دخترها هر چیزی که خواهی من میکنم. فقط دخترها رو رها کن. نجودید ما را. ایتین ببر دخترها را ببر. گوش کن سینان. این تو با من گوش کن دختر. رفته با آن یلمزی خواهیم گویی که 2 روز مهلت دارد. یا آمده تسلیم می شود یا اینکه مژده میمیرد. فهمیدی؟ راه گردید میرویم. زودتر باشید. رفتیم. مادر جان. خواهرانت را بردن پسرم. دکتر برفین در کجاست؟ برفین و خدیجه را آدمان سینان بردن یلمز. آن خائنان دخترانم را بردند. برفین را بردند یلمز. بردند. یلمز ایست مرا. تو تنها هیچ کار کرده نمیتوانی. آن پلید برفین را میکشد. سینان تسلیم شدن تو را میخواهد. تا تسلیم نشوی به برفین ضرر نمیرسانند. بله یلمز همین طور گفت. 2 روز مهلت داد. برای نجات برفین 2 روز مهلت داریم. یلمز رفتیم. بیا رفتیم. روزهای نزدیک در سینما فیلمی هنری عذاب موینده
телефонش که در کجای باشه نباشه زنگ بزن بیاید پولای ما را واستنوید کنه نه که باشه خونه و در تا میفروشون شما را میگیریم فهمیدی گپ ما را آدمی هست که گربهش رو گم میکند میکوبد چی تقاضا نبام گذاشت بایودیو چه این جو باتیا پویارا پویاگی کنه من دختری به در نقش اساسی فردوسی عزیز ودا یک بار دیگر با فیروز گپ زدن رو بینم از من خفه نشو آخر من فیروز را راست گپ برای من فرقی ندارد مهم اون است که تو تستر صحت شوی تقدیم کرده می شود به اوچا گیرا صغیری تنها دانده به اوچا گیرا یتیمی گیران دانده از جبر و ستم ایا چمن دیلگیرو در غمهای تو در پشتی در نمیرومه غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های غنجایشی گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، کولاب، رشت، ولایت سوخ، شهرهای خوجند، پنجیکند و غیره خریداری نمایید. تلفن ها برای خریداری و همکاری ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. با خدا حاضر می آیند. قیزبان؟ شمایید آقای دکتر؟ بخیر است قیزبان، چرا سراسیمایی؟ وای نبیره حاجی شکر آقای فؤاد می آیند. دیر شد یک طرف ایستید با فکرم شما برای زنگ زدن رو دهید. مرحمت گذارید با کجایی می خواهید زنگ زنید همون تلفن از آن شما آقای دکتر. تشکر قیزبان. دکتر تو رو به معلومت دادم لیکن آقای فؤاد رو به هیچ کس نمیدهم. خانم قیزبان ای خدا جان توبه. خوش آمدید امکی مسلم. تشکر دخترم. خوش آمدید آقای فؤاد. تشکر، خوش باشی دخترم. مرا به خانه دعوت نمیکنی؟ مرحمت گذارید. اویسته چه تیار است رفته بیارم؟ بعد چای می نوشیم خانم قیزبان. تشکر دخترم، سراسیمه نیستیم. کنی پدرت را جیغ زن. پدرت نیست دخترم. پدرم به جای کاراشون رفتند. حاضر رفته جیغ میزنم. اپای امینا خوش اومدید. تو رو ناراحت نکردید رئیس؟ نه اپای این چه خیلی ناراحت بیگانه ای مگر. مرحمت گذارید، مرحمت شینید. شین دخترم شین. واه حیف شدی دخترم. همدردیم را قبول کن دخترم. قبول کن. زیغ نشو دخترم، باور کن از سرکاری آمده نتوانستم وگرنه تو را از دخترم قیزمان هم کم نمیدونم. خودت میدونی از ناخوشی به سرت آمده زیغ شدم دخترم. با چی حال آوردند؟ کنی گپ زنید اپای امینه، چی مشکلی دارید؟ رئیس چی گویم؟ این مکتوب رو در حوالی هم گذاشتند. یک چیزی نوشته شده است که حیران ماندم. کن یک بار تو خون باز تو خوبتر میفهمی. چی باشد؟ کن یک بینم. واه دخترم، واه افسوس. یعنی اپای مینا این مکتوب البته
اپا یمینه وای در این مکتوب نوشته شده است که نسل شما با دیگر ملت پیوست است. ارلی این اسم از کجا برآمد؟ این طور میشد مگر رئیس؟ خواهید باور کنید نخواهید نکنید. نبینید این حجت رسمی است، یعنی این قانون است. فهمیدید؟ این گونه سندها خطا نمیشوند. چه خیلی میتواند خطا باشد؟ انا مرحمت بینید؟ خیر بچی راست باشد راست. اپا یمینه ایستید یک دم به من گوش کنید. به من گوش کنید یک دم. اپا یمینه یک دقیقه به من گوش کنید. کنی خانم برای چی آمده است؟ چی نوشته شده است؟ شاید اگه چیزی مهم باشد. ما نمیدانیم که مکتوب رو کی فرستاده است. دخترم تو خاموش است. گوش کنید اپا یمینه، معلوم می شود که آنها اصل و نسب شما رو خبر داده و شاید با شما واخوردن خواهند. گوش کن رئیس، من با این سند کار ندارم. اگر من امینه باشم تا آدم این مرد امینه خواهم ماند. تو ما رو فهمیدی؟ رفتیم. بی سواد پدر خدای امینه برای چی اومده بودن؟ چی کار داری؟ کارت چی؟ ای شد پدر شد در نگیرید. مهمانان اومدن همین رو گفتنی بودم. حاضر وقتی مهمان است اینها رو هم تو دردی سر کردی تو. خدا باز به همه کار من گناهکار شدم. نگاه کردن نیست. نگاه شد پدر رفته ایستودن. آقای دکتر تو هم همین جایی؟ برای زنگ زدن آماده بودم. سلامتیتون چه خیلی است نمک مسلم؟ خدا را شکر خیلی بهتر شده است. انشالله صحت میشه. آقای مسلم خوش آمدید. نور و صفا آوردید. خوش آمدید. سلام دکتر. سلام. تو هم خوش آمدی. خوش باشید. آمدنتون رو با چشم چهار انتظار بودیم. باری دیگر خوش آمدید. از دعوتتون منت داریم آقای شیخ. همتون خوش آمدید. چای بیارم پدر؟ البته نخود پرسی رفته بیار. حاضر. با خیر است دکتر؟ برای زنگ زدن آمدم. از شهر یک دارو فرستادن. با دست دیلو به شما روان میکنم. سلامت باش پسرم. خوش شد؟ زنگ زدی؟ با کجا زنگ زدی؟ با جای لازمی زنگ زدم. خیر مایلش. کنی شینید؟ مرحمت شینید؟ شما شینید؟ من حاضر می آیم. مایلش. خسته نباشید همسایه ها. تشکر. امینه بیا همراه ما یک پیاله چای نوش. تشکر. روکن خدا مددگارت باد. تو نشنیدی رشید با کسی دیگر خانه‌دار شده نیست؟ تو راست میگویی گلتین. رشید فاتحه شده است. با خدا راست میگویم. او با دختری طالب خانه‌دار میشود. بیا دخترم بیا. رشید با دیگر کس خانه‌دار میشود. چه علاج دخترم؟ روکن دخترم چیکار کردی پسرم؟ با سربازان خبر دادم. خوب. از پای سینان میشوند. سربازان آنها را نجات میدهند. سربازان نمیتوانند. همین که آنها با عملیات شروع کردند زود به سینان خبر میرسد. چه خیلی علماست؟ چطور خبر میرسد؟ شما از هیچ چیز خبر ندارید اپا. یک کار کرده میفهمند و در حال قرارگاه را عوض میکنند. سربازان آنها را یافته نمیتوانند. اکنون چیکار میکنیم؟ دخترانم را از دست آن خائنان چطور نجات میدیم؟ راه گردید رفتیم. اما از پسی کار شود. روید. خواهی بیناموز. راه گرد. خواهی نوبکار راه گرد. احترام لا. احترام. راه گرد. احترام بستان. احترام مرد. احترام. خواهی نوبکار. زودتر. احترام مکینو بکار. احترام. زودتر. بنده او را. زودتر بنده دین بگم زودتر بنده گفتم. برای چی را نگاه می‌داریم سینان؟ اجازت ده یک تیر از پیشانه‌اش پرانم. به این هم تشکیلات حکمی قتلش را برآورده است. ایتن تو نمیدانی ایتن یلمزی خیانتکار برای او به خاطر او خواهد آمد. سینان
مرا به قتل رسون اما به یلمز نرس. با اون نرسم. حالا ایست خودت میبینی که با آن یلمزی بیناموز با اون خواهی چکار میکنم. خودت میبینی نابکار رفته مرگه. چی شد؟ چرا میترسی؟ سرت را بردار به من نگر. نترس، من موسی نیستم. در اینجا کسی به تو ظلم نمی کند، کسی به تو دست نمی رساند. خواهش میکنم برفین را عذاب ندهید. گوش کن خدیجه، در اینجا کسی را عذاب نمی دهد. هر نفر چی کاری که میکند با خودش میکند. فهمیدی؟ خوش زیغ نشو. نترس غم نخور. آرام شو. آفرین. کنی به نزی دگان هایت رو. بس کن، غم نخور. آفرین. به دگانتون جای بسیار هم کاری خوب کردی. ایتین خودی حاضر به دهه آبی کلان رفته دختران را بکو دعوت کن. تشکیلات به دخترانی زیاد احتیاج دارد. با چشم. آفرین. رو زودتر باش. آفرین. به کجا رفتن سینان را میدانم. به آنها دام گذاشته برفین و خدیجه را نجات میدهیم. به فکرم چاره‌ای دیگر نداریم. اگر به کجا رفتن سینان را دانی به سربازان را بلدی کن یلمز. آقای طاهر درست میگویند یلمز. مرا نفهمیدید. تا به آنجا رفتن سربازان هر دوی آنها را هم میکشند. من سربازان را به این کار همراه کردن نمیخواهم. میدانم که آنها حالا در جستجویم نیستند. هیچ گناهی هم نکردم. فقط از همکاری با تشکیلات داشتم با خبر شود مرا دستگیر میکنند. مردمی دیه سخنی تو را رد نمیکنند. تو یک چند آدم یاب کفایه است. فرض کردیم آدم یافتم با سیلابران زد و خورد به عمل آمد. یگان تاشان هلاک شوند چی؟ این راه نمیشود یلمز. اگر گفته او را نکنی دخترانم را چطور نجات آقای طاهر، مرحمت فؤاد. من برای داروها آمدم. نخواستم که خانم دیلا زحمت کشد. داروها آمادن آقای فؤاد. فؤاد؟ یلمز؟ در اینجا چی کار میکنی؟ تو رو در انقره گمان میکردم. مدت زیاد شد که همدیگر را ندیده بودیم. شما یکدیگر را میشناسید؟ بله، تا داخل شدن به دانشگاه همراه بودیم. خوش، با چیکار ها مشغولی؟ معلمی رو سر کردی؟ فؤاد، هر چیز زودتر داروها رو با امک مسلم بری خیلی خوب میشود. فراموش کردم. راست میگوید آقای طاهر. من در همین جایم، در خانه رئیسم. درو کمی صحبت میکنیم. مایلش نصیب باشد میبینیم. دیلا، تو هم رو. یک بار دیگر فشار امک مسلم رو بسنج. مایلش آقای طاهر. خانم دیلا، گوش میکنم آقای فؤاد. من گفتنی بودم که از شما سپاسگزارم. شما رو خیلی زحمت دادیم. استغفرالله، وظیفه همون است. مرا دوست نمیداشتی؟ چرا؟ دخترم، برای آن نامرد اشک نریزان دخترم. مرا سر دهید مادر جون. روکه
روکین دخترم درو کشو دخترم درو کشو روکین خواهش میکنم درو کشو مرا بارم گذارد روکین با این حال زندگی کردن نمیخواهم. روکین دخترم من خوبم مادر، خواطر نشوید. همینطور هیچ کار نکرده مرگ آنها رو انتظار میشویم پسرم. بغیر از مبارزه بردن چاره دیگر نداریم. صبر کنید. من طرفدار انتظار شدن سربازانم. سینان یولمز رو انتظار است. تا به نزدش رفتن یولمز به برفین و ختیجه ضرر نمیرسانند. اگر رساند چی؟ از مردم ده کمک خواه. دیگر علاج نداریم پسرم. از من رنجیدید میدانم. آخر آنها خواهرانت میشن. میدانم. مادامی میدانی پس چرا یکان کار نمیکنی؟ مردم دیگه را به این کار همراه کردن نمیخواهم. من دکترم. وظیفه من آدمان را از مرگ نجات دادن است، نه اینکه به سوی مرگ روان کردن. من یولمز میروم. لازم شود برای خواهرانم جانم را فدا میکنم. شد تمام. خاموش پسرم. براتم جگرم را پاره نکن. پسرم مادر گفتنت مرا خرسند میکنم، لیکن خواهش میکنم در نزد آدمان مرا مادر نگوی میلش. تا بکه این حقیقت را پنهان میکنید؟ از این پس باید همه دانند که شما مادری من است. اصلا پسرم پنهان میکنیم، به خاطر تو پنهان میکنیم، تا آخر عمر پنهان میکنیم. خدا نکرده مبادا بیشاگی ها فهمند. مادر جان، من با زینب خانه دار میشوم، دامادشان میشوم. راست میگویی، لیکن تو آنها را نمیدانی. از دوای خونی نمیگردند. برات بودنت را فهمند، به اشک چشمانت نگاه نکرده تو را میپرانند. خدا نشون ندهد. اپا با شما چی شده است؟ ها راست غمگین می نمایی. با جهازهای عروسیت هم اعتبار نمیدی. کنی گپ زن با تو چی شد؟ چیزی نیست ینگه. یا اینکه بین تو و داماد یکون نافهمی شده است زینب؟ نه ینگه جان، من از اون میترسم که خطا نکنم. طاهر وقتهای آخر خیلی تغییر یافته است. به خانه نمی آید، مرا نمی پرسد. امروز با من تماما خنک نظرانه. چشم نرسد دخترم، چشم نرسد. جهازها را تماشا بکنی ها. دخترم اگر روی خط نوراسه ها آماده باشد و من دمیر از شهر خریدم میارد. گیرید پدر جان. خوشبخت باشه دخترم. آمدی پسرم؟ انا همش در اینجا نوشته شدن. باز یگان تاش را فراموش نکنی. خواطر نشوید آقای حمید. انا این پولها را گیر. صبر کن حمید. گوش میکنم اکا. با حمید گفتنی دارم دمیر. ما را کمی تنها گذار. شده است. گوش کن حمید. گفتنی هم که تو را دیرتر گذران و این پولها را به من ده. اکا شما چه ها میگویید؟ فراموش کردید که زینب بیمار است. شما با کدام روی این پولها را طلب میکنید؟ خیر چی؟
برمیگردونم و تو را میگذرانیم. از برای خدا شما چی ها میگویید؟ مگر چقدر عمر دیدن زینب معلوم است. شاید این توی آخرین خواهشی دخترم باشد. شد فهما پول از خودت تو را کردن گیر. اکا گپ زنید. برای چی این پول ها به شما لازمند؟ اگر یکان مشکلی داشته باشید به من گویید، یک جایه حل میکنید. دختر امین است. دختر با روکین چی شد؟ روکین خودکشی کردنی شده. رگهای دستش را برید. چه واقعی شد امینه؟ برای چی این کار رو کرد؟ برای با دیگر دختر خانه دار شدنی رشید. خانه افسوس اول بریدن بعد روکین افسیلا. بس کن امینه آرام شد. آی جاوید با آنها یاد ده. کنی راست استید؟ احمق طرف راستی تو کدام طرف است؟ این طرف است. براز کرد. برابر شوید. آفرین. برابر شوید. همتان گوش کنید. آدم برین کنید. با شما بازی نمیکنم. گفته های من را اجرا کنید. راستی است ابله راستی است. آفرین. گرد به چپ گرد. به سخنان قماندان دقت دهید. آدم برین استید. کنی از صف نبراید. اینها چپ را از راست فرق نمیکنند. راست استید. به چپ گفتم. آنها درست تر آموزان. بله خدا دختران زیبا آوردن. با خوشی نوزیران نکن. همه‌شان رو برای خودمان آوردن. منویش به من پیسند آمدن. نفری دیگرش به من معقول شد. با تو گفتم که درست تر فهمان. تو از قماندان به طرفی چپ گرد. همه برابر پس از تاریک شدنی هوا اومده تو رو خلاص میکنم. همراه میگریزی. اپا جان مرا تنها نگذاره. میمورم تو رو تنها نمیگذارم. اپا جان گریزه. چیکار میکنی ها؟ در نزد این خواهین چیکار میکنی؟ اگر بار دیگر تو را همراهی ببینم زنده نمیگذارم. میکشم. از جانت سیر شدی مگر؟ ریاکر بیشتر ابله. راگر گفتم پیشترا حیوان ها رزیلانی به عقل عمقا چشمتون در کجا بود؟ گذر ابله گذر. ایست راست ایست. آمازان برابر شو راست شو. ان همین خیل میکنی فهمه؟ کنی مشقت رو دوام ده. جاوید مشق کنید. ایتوال قماندان مشق کنید. برابر شوید. با چپ گرد. با چپ گفتم. برابر قدم میزنه. چی؟ بس حفیسته. سربازان هجوم میکنن. خودی حاضر قرارگاه رو ترک میکنیم قماندان. فهمیدم قماندان. قدم زنه. بس کنید. مشق به آخر رسید. آماده شوید. قرارگاه را ایواز میکنیم. برید زودتر باشید. زودتر نیستید. زودتر آماده شوید. احوال دختر چه است؟ شکر خوب است. لیکن دخترانی من چی میشوند؟ به سینان علک خبر رسیده است. پیش از قرارگاه را ترک کردنشان باید به آنجا رویم. یگان کار کردن در کار. وگرنه من خودم تنها میروم. دیگر علاج نداریم. صبر کن پسرم. خودت تنها نرو. حتما نفری یافت میشود که به ما کمک میکند. من در همین جا در خانه رئیس در و کمی صحبت یافتم پسرم. مسلمی پسری حاجی شکور. یعنی سیلاداران دختران زیلا را بردند دیلا؟ بله آقای شهباز. به کجا زنگ زدن این دختر معلوم شد؟ برای چای تشکر قیزبان. اکنون من روم دیر کردم. خیر خوش آمدی. خیر میل زودتر رو. باز آقای دکتر جنگ نکنند. داروهایتان رو بر دوام استعمال کنید اما که مسلم. مایلاش دخترم سلامت باش. خوش آمدید خانم دیلا. خوش باشید آقای فؤاد. قیزبان لبای رفته چای دم کن. حاضر پدر. من به دیه میروم. به شما یگام چیز لازم نیست امک جان. نه پسرم خودت دیر نکن. چرا؟ برای چی به دیهتان میروید؟ دخترم کارت چی؟
یگان کار دارد رای سر پسرم تو ماشین رفته چای دم کن. خدا پیشت رو نگاه کن تزبان، پیشت رو نگاه کن، خدا رو شکست احتیاط کن باز یگان جای رو نبری. بازم میشود الکی مسلم من با این دختر چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ امکت همینجاست پسرم؟ همینجا این خاله جان بخیر است؟ با آن کس گفتنیه دارم، تنها به خودشون میگویم. اگر راضی نشوند چی؟ میشود پسرم، با خواست خدا راضی میشود. اگر از اولاد آقای شکور باشد راضی میشود. رحمتی هیچ کس را ناامید نمیکرد. میآیم. بخیر است زیلال. تشکیلات هر دو دخترم را هم برد آقای مسلم. به کمکتان احتیاج دارم. 10 نفر برایمان کفایه است. به کجا بردن آنها را میدانم. خواهرم زیلال، برای دخترانت غمگین شدم، لیکن با این احوالم هیچ کار کرده نمیتوانم. اگر خواهی فواد رفته آدمان را جمع میکند، از دستم همین قدر کار میآید. تشکر آقای مسلم، خدا از شما راضی باشد. خدا از تو هم راضی باشد دخترم. شما به خرابازار روید، من به دهمان رفته آدمان را میآورم. سلامت باش فواد. رفتیم. اویسته. برای این چی شده است؟ رگوهش رو بریده است. خدا را هم خورد و مادرش در وقتش بندی دستانش رو بسته به اینجا آورد. شکر که خون رویش من شد. چرا این بیعقلی رو کردی روکی؟ برای آنکه رشید ارارت کرده با کسی دیگر خانه دار شده نیست. من دیگر زیستن نمیخواهم. مانید که میرم. این خیلی گفو با تو نمیزیبد روکی. وقتی که به خانه رفتید روکین رو تنها نگذارید خالای امینه. من با این دختر چی کار کنم آقای دکتر؟ شما روکین رو به خانه تان برید. من با شب رفته با رشید گفتگو میکنم. یلماز خوش آمدی فواد. خوش باشی. خدا هم میروی. گرچند در شهر تحصیل کنم هم فرزندی همین خاکم یلماز. رفتیم. شما نروید خاله. کی میداند که چی میشود؟ آخر دخترانم. آنها را به نزدتان میارم. قول میدهم. راست به وادی ماران میرویم. بیاید رفتیم. رفتیم. خدا مددگارتان باد. رفتیم بچه ها. راه گرده زود باشه. زودتر نرما نکنه. نیسته زود باشه میگویم. راه گرده زودتر. راه گرده. اپا؟ میکوریسیم برفین. زودتر باشید اپا، خبر دور میشه. قرارگاه رو ترک میکنن، همه به کاری خود مشغول است. نمیفهمن. دیگر دستت رو خودت کشو. دو برفین دو. رفتیم اپا. کجا؟ با کجا ها؟ سفرها بخیر خانم ها. با کجا می روید؟ جانتان سیر شدید مگر خواهین ها ها؟ برفین گریز برفین. گریز اپا. گریز برفین. نجاید نجام وگرنه میپرانم گفتم میپرانم. اگر گریزی او را میکشم. گریز آخی گریز. زودتر باشید. رفتان خواهین را دارید زودتر. زدی. برید او را زودتر برید او را.
سعدیه نرسه بابا سعدیه درست نابود میکنم باری دیگر تکرار شود و دار می آویزم فهمیدی؟ و دار می آویزم تو در اینجا چیکار میکنی؟ سینان فرستاد برای نقشه های نو گفت که رئیس کمک میکنند میلش گبزن چی میخواهی؟ روی خطی دخترانی را که برای بکو برآمدن آمادند. شد این کاری آسان است. حاضر برایت یک روی خط آماده میکنم. مثلا انا این دختر روکن دختری آمینه رویش سوخته است. نامزدش او را ترک کرد. دختر دل شکسته شده است. یگان دشواری به کم میبراید. روکن دخترم نگر آقای دکتر کی را آورده است؟ مرا ببخشید. چی حال داری روکن؟ خالای امینه بیایید آنها را تمام کنیم. رفتیم. آقای دکتر گفتن که تو خودکشی کردن شدی. چرا آمدی؟ نامزدت تو را انتظار است. به هر گونه آوازها باور نکن روکن، همش دروغ است. من تنها تو را دوست می‌دارم. دروغ نگو رشید، من بهذب شدم. تو دیگر مرا دوست نمی‌داری. برای من از تو دیده دختری زیباتر نیست روکن. با پدرم میگویم هر چیز زودتر ما را خانه‌دار میکنن. میلش بیهوده نه خودت و نه مرا فریب نده رشید. حالا میبینی پدرم را راضی کرده به تو خانه‌دار میشوم. آخر من با خواستی خودم فاتحه نشدم. میدانم روی روکن سوخته است گفته پدرت چنین خواسته است. البته اما من با روکن ازدواج کردن میخوام. من چی گویم پسرم؟ رفته با پدرت صحبت کن. دخترم همینجاست. کمک کنید آقای دکتر. شما با پدرم گپ زنید. میلش گپ میزنم. بیاید رفتیم. خدا از تو راضی باشد دکتر پسرم. خواستم می نمایی بعد در اومده استراحت من خوبم مادر جان. بازگشت رشید رو انتظار می شوم. میلش دخترکم میلش. خدا شفا دهد روکن. تشکر اپا. شما مرا میشناسید؟ بله من تو را خوب میشناسم. از سوختن رویت غمگین مشو. تو حالا هم دختری زیبایی. زیغ نشو. نامزدت پشیمان میشود. زیرا خواستگارهای زیادی تو را انتظارن روکن. شما چی گفتن میخواهید؟ گفتنیم که بیا تو را به کوه برم. نترس روکن. گوش کن. اگر خواهی بگاه به خانه آقای حبیب بیا. همه در آنجا جمع میشوند. روکن گوش کن. این زن کی بود؟ آدمی تشکیلات است. روکن شنیده هایم راستند؟ گویا رشید با دختری. دروغ است. رشید مرا دوست می‌دارد. ما خانه‌دار می‌شویم. با خدا نمیدونم. کاش همین خیل شود. لیکن با این حالا می‌بینی. این دو جوان یکدیگرشون رو دوست می‌دارن. شما پدر هستید. اجازه دهید که هر دویشون هم خوشبخت شوند. من گپم رو گفتم دکتر. من با پسرم آن دختر روسیه را خانه‌دار نمیکنم. من دختر طالب را خواستگاری کردم. چه خواستگاری پدر؟ چرا من خبر ندارم؟ خبر نداشته باشی چی باز نیتی رد کردن داشتی؟ پدر بس کن. رفته به گوسفندان علفده. رو گفتم. تو هم به این کار دخالت نکن دکتر.
سینان با آدمانش به همین طرف میآیند. خطا نکردی، آنها را یافتی. باید زود جاهایمان را اشغال کنیم. از همین راه میگذرند. رفتیم زودتر. شما رفته در آنجا ایستید. زودتر راگا. خدیجه در کجاست؟ ابا هم در کجاست؟ رحمت خیز از جویت خیز راگا زودتر خونریزی دخترانم را میارند. چی شد پسرم؟ رشید با روکین خانه‌دار شدن میخواد، اما پدرش رو راضی کرده نتوانستم. دختر دیگری را خواستگاری کرده است. روکین حیف شد، اینش رو برداشت کرده نمیتواند. بیچاره دختر حیف شد. یلماز در دیها نمینماید. خانه‌تان رو دیدی دیلو؟ دیدم آقای طاهر در خانه هم نیست. شما با کجا رفتنش رو میدونید خاله زیلال؟ آقای فؤاد آدمانش را جمع کرده. همراه یولمرز برای نجات دختران. شما چه میگویید خاله زیلال؟ چرا آنها این کارو کردن؟ بس اینا زورشون نمیرسد. با کجا پسرم؟ آلدو رو گرفته با جستجویشون میروم. باید پیش از زد و خورد صدی راهشون شوم. برای پروندن باید فرمان رو انتظار بشنم. پرونه پرونه این یولمزی خواهین است. برای حاطه کردم پرونه تسلیم نمیشنیم. مجده مرا حمایه کنه. خوب شده است. برفین در اونجاست. مرا حمایه کنه. خوب شده است. نگوریز زینان. نگوریز ایستا با کجا میگوریزی؟ با من گوش کن یلماز. اگر آمده تسلیم نشوی مجده را میکشم. فهمیدی؟ میکشم. تو تاریک شدن هوا مهلت داری یلماز. خواهین برفین یلماز ایست. راه گردید میرویم. زودتر باشید. برفین را نجات دهید فؤاد. پیراهی تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانیده شد.